یک خانومی به نام مینو دخت روح القدس یه داستانی برام فرستاده که یک چیز غریبی در ستایش عشق. میگه که شمال زندگی میکنم، میگه مادر بزرگ من خانزاده بوده، یعنی تو خونه کلفت و خدمتکار و همه چیز. پدر بزرگم نه، یه چیز متوسط الحالی، میره خواستگاری و به هر دلیلی دختر رو بهش میدن. دختر رو که میگیره به خاطری که خلأ اون امکانات خونه پدرش نباشه همه کار میکرده، یعنی جای همه چی و هم عاطفی هم فیزیکی همه چی رو پر میکرده. دهه 80 پدر بزرگ فوت میکنه، مادر بزرگ زنده است ولی دچار آلزایمر میشه. اینجا به بعدش بکنم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. مادر بزرگم به مرور زمان آلزایمر گرفت، الان همه رو فراموش کرده. چند وقت پیش اومد خونه ما، رو دیوار اتاق عکس عروسی خودشو با عصبانیت اومد تو پذیرایی مادرمو صدا زد، گفت این زنه کیه که بغل آرش من وایساده؟ همه رو فراموش کرده بود، حتی خودشو، اما پدر بزرگمو فراموش نکرده بود. اسم پدر بزرگم آرش بود. یعنی همه او عشقا جمع شدن در روزی که این زن خودشو، تصویر خودشو فراموش کرده، اون الهه عشق و اون مجسمه عشق از ذهنش پاک نشده.